عرض و درود و سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز دوام میدهیم دوام مقدمه کتابی بستان سعدی شیرازی را که سعدی برای ما انسان ها فعل های خداوند و مهربانی خداوند را با یک مصرع های عجایب بیان کرده. میگویند که یک مثال های ساده و عام فهم از زندگی انسانیت برای ما مثال می آورند و در دوام می گویند که اگر با پدر جنگ جوید کسی، پدر بیگمان خشم گیرد بسی. اگر یک انسان با پدری خودش گپ نادرایی کند، خرمخشی کند، جنگجویی کند، بی یگان گمان و دیدلگی پدرش به وی خشم میگیرد. هستند انسان‌هایی که امروزها یافت میشوند، انسان‌هایی که به گپ پدری خود نمی‌درآیند، گپ پدری خود را نمیگیرند، به پدری خود زبان درازی میکنند. به یگان گمان پدر از وی راضی نمیشود، به وی خشم و غضب میگیرد. وگر خویش راضی نباشد ز خویش، چو بیگانگانش براند ز پیش. اگر یک خویش از یک خویش دیگر راضی نباشد، خوشنود نباشد، مثل بیگانگان از هم دوری میکنند. وگر بنده چابک نباشد به کار، عزیزش ندارد خداوندگار. اگر یک غلام چابک و چقان و کار زده نباشد، عزیزش ندارد خداوندگار. خواجه وی هیچ وقت عزیز و مهربانی نمی کند. در وقتش دوره های قدیم، دوره های غلامداری، به غلام رفته از بازار سودا کرده خریده می آمدن. اگر ان همون غلام چقان نباشد، کاردان نباشد، کاری گفتگی خوجینش نکند، هیچ وقت خوجین وی عزیز و گوییم حرمت و احترام نمی کند، بلکه وی را جنگ می کند، کلتک کوبی می کند، عذاب می دهد. معقول نشود برآورده می فرشد غلام. وگر بر رفیقان نباشی شفیق، به فرسنگ بگریزد از تو رفیق. اگر تو ای انسان با رفیق خودت، با دوست خودت، با همنشین خودت اگر شفیق نباشی، مشفق نباشی، مهربان نباشی، فرسخها و رفیق تو از تو دور می شود. وقتی که تو را بیند رهش را دیگر میکند. وگر ترک خدمت کند لشکری، شود شاه لشکر کش از وی بری. اگر یک انسان برده ایستاده به همین قواهای مسلح، گوییم که وی سلطت کنند، لشکر کنند، لیکن وی خدمتگزاری صادق به وطن نباشد و از خدمت گردن کشی کرده ایستاده گریختن گیرد، اگر همون شاه لشکرکشش از وی بیزار می شود. این خیلی لشکری که خیلی سلطتی که از خدمت می گریزد و صادقانه خدمت نمی کند، برای وی در کار نیست. ولیکن در دوام سعدی میگویند که خداوند را بین که ولیکن خداوندی بالا و پست، به عصیان دری رزق بر کس نبست. لیکن خداوند مهربانیش برای بنده نگاه کن. میگویند که آن خداوندی زمین و آسمان که به سبب گناه کردن بنده دری رزق برای وی بستگی نیست. به سبب نماز نخواندن، به سبب روزه نداشتن، به سبب گناه به دست زدن، به سبب شراب خوردن، به سبب زنا برفتن، یگان انسان به رزقش بستگی نیست، بلکه خداوند برای همه، خواه انسانی اطاعتکار، خواه انسانی گناهگار، برای همه چی رزق و روزیش را خداوند مهیا کرده مانده است که
از آن رزق روزی استفاده میبرند. این مهربانی خداوند است. من در بالا سعدی چندین مثال های انسانیت را آوردم که اگر تو با یگان دوستت نغز نباشی، دوستت از تو میگریزد. اگر با پدرت گپ گریزی کنی، پدرت از تو ناراضی میشود، خشم میگیرد. اگر خویشت از تو مقصد راضی نباشد، مثل بیگانگان معامله میکند. ولیکن خداوند مهربانیش همین که تو اگر چندی که آلوده گناه، آلوده اسیان، تباهکار باشی هم که برای تو دری رزق بستگیش نه. این چی؟ این یکی از مهربانی خداوند برای بندگانش. دو کونش یک قطره از بحر علم، گناه بیند و پرده پوشد به حلم. همین دو دنیا، هم این دنیا و هم آخرت، در نزد علم خداوند یک قطره محسوب می شود که گناه انسانیت را خداوند می بیند. بنده گمان نکند که مقصد من در یک جای انسانیت نمی دیدگی، در یک جای خلوت رفته استاد و گناه کرداسیم خدا نمی بیند. نه، خداوند حتما آن گناه را می بیند، لیکن با صفت حلم و برداشتیش آن گناه را پرده پوشی می کند. ادیم زمین سفره عام اوست، برین خوان یغما چی دشمن چی دوست. خداوند ان همین روی زمین سفره عام قرار داده است. روی زمین مثل یک سفره، مثل یک درسرخانه است که برای عامه مردم پهن کرده است. چی دشمن باشد، چی دوست باشد، چه انسان‌هایی که دوست‌های خداوندند، چه انسان‌هایی که دشمن هستند، گردن کش هستند، برای همه این درسرخانی عام است. هم دوست خدا، هم دشمن، هم انسان‌های سرکش، هم انسان‌های گناهگار روسیا از این زمین استفاده میبرند. از این ناز و نعمت‌هایی که خداوند به واسطه این زمین برای ما می‌رویاند استفاده میبرند. اگر خداوند زمین برای انسان‌های اطاعتکار، برای انسان‌های مخصوص برای انسان‌های دوستای خودش این سفره در سرخان قرار میداد، هیچ وقت انسان‌های گناهگار رزق روزیشان را از زمین پیدا کرده نمیتوانستند. بنابراین سعدی میگویند که ادیم زمین سفره عام اوست، روی زمین در سرخان عام خداوند است که از این در سرخان چی دشمن چی دوست همه استفاده میبرند. اگر بر جفا پیشه بیشتافتی، که از دست قهرش امان یافتی. اگر خداوند برای هر یک گناه انسان در حال جزا میداد، کدام انسان از قهر خداوند امان میافت؟ یگان انسان از قهر خداوند امانی نمیافت، چون که همه گناهگار است، همه سر تا سر غرق گناه است، قدم به قدم گناه میکنیم. اگر هر یک گناهی که ما کردیم خداوند در حال جزا میداد، یگان انسان از قهر خداوند امانی پیدا نمی کرد، بلکه خداوند برای انسان وقت میدهد، مهلت میدهد که توبه کند، از گناههای کردگیش بازگردد. بری ذاتش از تهمت ضد و جنس، غنی ملکش از طاعت جن و انس. بری ذاتش از تهمت ضد و جنس، ذات خداوندی از ضدیت، یعنی ضد خداوند به یگان چیزی دیگر نیست و همچنین همجنسی خداوند ندارد. خداوند الله صمد هست، الله بی‌نیاز هست، الله یگانه است، نه گوییم فرزند دارد، نه گوییم همجنس دارد، نه همسر دارد. غنی ملکش از طاعت و جن و انس. همچنین ذات خداوندی
از طاعت جن و انس بی نیاز هست. خداوند به طاعت و به عبادت ما محتاج نیست. اگر تمام انسان ها گوییم که عبادت نکنن هم به ذات خداوندی یگان ضرری نمی رسد. اگر تمام انسان ها همه اطاعتکار باشن، همه نمازخوان باشن، همه روزه‌دار باشن، هم به ذات خداوندی یگان نفع نمی رسد. این طاعت و عبادت که انسیت و جنسیت مقصد انجام میدهند، اینها همه برای خودشان هست، برای نجات خودشان از آتش دوزخ است. پرستار امرش همه چیز و کس، بنی آدم و مرغ و مور و مگس. انا سعدی میگویند که همه چیز، هم بنی آدم، هم مرچه و هم مگس و همه تمام موجوداتی که در روی زمین هست، همه گوییم اطاعت امر خداوند را میکنند. انا دوستان عزیز، ما امروز به آخر برنامه امروزه رسیدیم که دوام این گوییم بیت های سعدی شیرازی را در برنامه های آینده انشاءالله برای شما گوییم توضیح و شرح می دهیم. باقی در پناه خداوند باشید. خیر دوستان.